تذكر، فتحت لك بابي دون أن تطرقه. كنت حمقاء وحسبتك لا تسرق سوى السجائر والكتب. قرصت معطفك حتى تألم، ومع ذلك لم تعرني انتباهك. پیش از اینکه وارد گفتگو با خانم مرام المصری بشیم، لازم هست که یه توضیحی بدم، به این خاطر که بدونید این گفتگو مربوط میشه به 9 سال قبل، یعنی سال 2014. برای این توضیح میدم که اگر تاریخ‌های درون گفتگو با امروز جور در نیومدن، بدونید که به خاطر زمانی هست که برای این گفتگو گذشته و این گفتگو دیروز و امروز انجام نشده. خانم مرام المصری، میدونم که در شهر لاذقیه سوریه متولد شدید. لطف کنید یکم از دوران کودکیتون در همین شهر برامون بگید. بله، من متولد شهر لاذقیه هستم، همون شهری که با ورود اسکندر به سوریه آبادانی زیادی رو برای سوریه به همراه آورده، ولی افسوس که الان و در طول این چند سال اخیر خرابه بیشتر از اون باقی نمونده. این شهر یه شهر ساحلی هست و زیبا که همه دوران کودکی تا جوونیم رو در اون گذروندم و برای من سرشار از یاد و خاطره‌های زشت و زیبا هست. این شهر در کنار آبهای اقیانوس قرار داره و برای من به عنوان یک دروازه‌ای بوده رو به بیرون، دروازه‌ای که محدودیت و خط قرمزها رو توی آب حل می‌کرد و بیکران دنیا رو در مقابلم می‌ذاشت. من فرزند خانواده‌ای بودم که با وجود مسلمان بودنشون منو در انتخاب نوع زندگی، باور، پوشش و رفتار آزاد گذاشته بودن. با برادرم به رقص و پایکوبیای شبانه می‌رفتیم. در ساحل با لباسی که مناسب دریا بود قدم می‌زدم و در ابراز عقیده‌ام هم آزاد بودم. برادرم شاعر بود و همون بود که در مقابل ناملایمات منو حمایت می‌کرد. برام دفتر شعر شاعران عرب رو می‌خرید و با شعر و ادبیات هم آشنام می‌کرد. با این کار منو به کرانه‌های دور آزادی، برابری و انسانیت می‌برد.
آوازها، شعرها و فرهنگ و سنتی که به اون عشق می‌ورزیدم اکنون دشمنان من شدن. من اما هیچ وقت با اونها کینه‌ای نورزیدم. گاهی حتی که با عربی میخونم خواهرم از اون سوی تلفن با حیرت میپرسه که چجوری این آهنگ یا آواز رو یاد گرفتم. در واقع پاسخی برای اون ندارم، ولی میدونم هرچند به رادیو یا آوازهای عربی خیلی کمتر گوش میدم، اما انگار شعر و موسیقی عربی چون سایه در کنار من هستن و در ناخودآگاه من نفوذ میکنن. بنابراین مجموعی از گذشته و الان هست که مرام رو میسازه. در این معنا شما در اندوه شهری هستید که دوران کودکیتون در اون گذشته، یا به زبون دیگه شما نوستالژی شهر لاذقیه دارید. هم آره و هم نه. بعد از سفر از سوریه به فرانسه سعی کردم که همه گذشته تلخ و اندوهبارم رو و از جمله شهر لاذقیه رو به فراموشی بسپارم و بربادشون بدم. اما الان پس از جنگ داخلی و خرابی یادگارهای دوران کودکی و جوانیم، انگار این لاذقیه هست که منو صدا میزنه. نه تنها منو صدا میزنه که انگار منو اسیر خودش میکنه. اینو میگم چون تصمیم داشتم اون زن شرقی که اون روز بودم رو به دست فراموشی بسپارم تا از نظرم دورش کنم. کوشش کردم که به خاطر سختی هایی که در اونجا کشیده بودم سوریه رو فراموش کنم، چرا که تنها امید اون روزهام رو پسرم رو ازم دزدیده، ربوده و به سوریه برده بودن و غم و غصه هر روزه منو مجبور میکرد که تلاش کنم سوریه، زبان عربی و هر چیزی که مربوط به روزهای قبل من میشد رو از یاد ببرم. 30 سال هست که پسرم، میوه روح و جسمم رو ندیدم. افسوس که این اتفاق رخ داده، ولی بگذارید در دنیای شعر بمونیم. شنیدم که از همون دوران نوجوانی شعر سرودید. لطف کنید و بگید که چه چیزی شما رو به دنیای شعر آورد. همه ما یه جورایی شاعر هستیم. به باور من شعر در روح و جان همه هست، اما یکی کمتر و یکی بیشتر. البته برای من عشق انگیزه بزرگ شعر هست. با شعر میتونم اندوه، شادی و درد رو به زبون بیارم و دیگرون رو بدون اون که خودشون بخوان درش سهیم کنم. شعر برای من نگاه از دور و نزدیک به عشق هست. عشقی که در سرزمین دوران کودکی و نوجوانیم ممنوع بود. نه تنها عشق ورزیدن در اون دنیا ممنوع بود که گاهی برای نوشتن از عشق هم محدودیت‌هایی وجود داشت. در برابر اون ممنوعیت‌ها آزادی وجود داره که باید اونو خواست و به دستش آورد. هیچ کس به من و شما آزادی رو نمیده اگر خودمون خواهان اون نباشیم. کسی ما رو به میهمانی آزادی و برابری نمیبره مگر اینکه به چنگش بیاریم. کلام و ژانر شعر برای من یه ابزاری بوده و هستن که با اونها میتونم هم عشق رو به زبون بیارم و هم آزادی رو. و در دنیای شعر هست که میتونم تمنای خودم رو نشون بدم. با شعر هست که میتونم به دیگران نشون بدم که در کنه وجودم چه کسی هستم.
خانم المصری، یه پیش‌فرضی رو در نظر میگیرم که دستور زبان عربی سخت هست. شما هم در جوانی بیشتر دل مشغول عشق و دلدادگی بودید، پس زبان خیلی براتون مورد و قابل توجه نبوده. حالا پرسش من با توجه به این پیش‌فرض این است که چطوری کلمه رو به عنوان ابزاری برای به زبان آوردن خواسته های عشق و آزادی کردید؟ تنها کسی که دائم منو به یاد گرفتن زبان عربی مجبور میکرد یا تشویق میکرد و سعی داشت که مخزن کلماتی رو که میدونم بیشتر کنم مادرم بود. در واقع اون روزا به هر وقت میخواستم انشا بنویسم دچار مشکل میشدم و همیشه با گریه اون کار رو انجام میدادم. یه روزی مادرم منو برد به یه باغی، منو روی صندلی نشوند و به من گفت خوب به اطرافت نگاه، درخت، گل، پرنده، مردم، هر چیزی رو که میبینی بر روی کاغذ بیار. با نگاه به اطرافم، واقعیاتی که وجود داشت و تخیل درونم، یه چیزایی روی کاغذ نوشتم که بعدها متوجه شدم شعری سرودم که اولین شعر زندگیم بود. وقتی هم که برای اولین بار عاشق شدم، برای که به اون نشون بدم من از دیگر دختران برتر هستم، بهش میگفتم ببین من شعر مینویسم و فکر میکنم او اولین خواننده شعرهایی که اون روزا مینوشتم بود. البته او بعد از برادرم که شعرهای منو میخوند اولین کسی بود که با اونها رابطه برقرار میکرد و یا وانمود میکرد که به شعر علاقه داره. برادرم هم خودش شاعر بود و روزنامه‌نگار و شعرهای منو در مجله‌های مشهور ادبی اون روز سوریه منتشر میکرد. بنابراین همیشه مدیون مهر برادرم هستم که اگه شعرهای منو منتشر نمیکرد شاید هرگز مرام امروز نمیشدم. تا کنون هم 6 مجموعه شعر منتشر کردم که برخی از اونا به 10 زبان ترجمه شدن. به پاریس که اومدم باز هم برادرم بود که کمک کرد تا به جمع ادبی فرانسوی وارد بشم. وقتی اولین کتاب شعر من منتشر شد و بعدش توی روزنامه ها و مجله ها در موردش نقد نوشتن خیلی خوشحال بودم. ولی از همه مهمتر جمله‌ای بود که برادرم توی نامه‌ای برام نوشته بود که تو شاعر هستی. با خوندن این جمله خیلی به فکر فرو رفتم. نگاهی به خودم کردم و این باعث شد که پیله تنهایی 30 ساله خودم رو شکستم. میگید که اومدید فرانسه. میتونم بپرسم چرا فرانسه؟ مادرم درگذشت. عشق اولم که نقطه سیاهی توی زندگی من هست به دلیل مسیحی بودنش و ممنوعیت سرودن شعر برای زنان و بسیاری مشکلات دیگه منو به فرانسه کشوند. در کشوری مثل سوریه گاه احساس می‌کردم گاوی هستم که دیگران از شیر من تغذیه می‌کنن اما به حسابم هم نمیارن. به عنوان مترجم برای شرکت آمریکایی کار می‌کردم تا بتونم امرار معاش کنم. از من خواسته شد که اطلاعات این شرکت رو در اختیار سازمان امنیت سوریه قرار بدم. دشواری این کار هم که جاسوسی بود یکی از علتایی بود که منو وادار کرد که وطنم رو ترک کنم. ترک کردن وطن و بعد از اون از دست دادن پسرم نقاط سیاهی توی زندگی من هست
که باعث میشه همیشه اشک به چشمای من بیاره. با پوزش که خاطره تلخ گذشته رو باز هم در ذهن شما زنده کردم. واقعا تجربه دشوار رو چجوری پشت سر گذاشتی؟ ای کاش هرگز این همه سختی و شوربختی رو تجربه نکردم و مثل همه مادرها میتونستم پسرم رو در آغوش ببینم و باش از هر دری حرف بزنم. گاهی با خودم میگفتم بهتره که اون در کنار پدر و خانواده خودش باشه، چون من زنی تنها هستم و اگه اتفاقی رخ بده معلوم نیست چه کسی میخواد از اون مراقبت بکنه. البته الان اون بزرگ شده، منم زندگی جدیدی با مرد دیگر رو شروع کردم، ولی همواره تو این فکر هستم که آیا این خونه میتونست پناهگاه خوبی براش باشه و با این مسئله هست که غم و اندوه نبودن اون رو تحمل میکنه. برای که یکم از این اندوه بیرون بیایم بزنید به یه زاویه دیگه بپردازیم. شنیدم و خوندم که پس از انتشار اولین مجموعه شعرتون 13 سال سکوت کردید. کتاب دوم که منتشر شد در توضیح آن گفتید که سرودن این شعرها بیداری از خوابی است طولانی. کدام خواب؟ این بیداری مثل خواب و بیداری حضرت عزیز هست در انجیل که بعد از 100 سال خوابیدن و بیداری مجدد حتی اطراف خودشو هم نمیشناخت. من هم با ازدواج مجدد و داشتن 2 پسر سخت مشغول این بودم که زندگی خوبی رو برای اونا فراهم کنم و بتونم محیط شادی رو براشون به وجود بیارم. در واقع از مام وطن، زبون مادری و گذشته خودم فرار میکردم و دست رد به همه اون چه تجربه کرده بودم میزدم. علتش هم این بود که با خودم میگفتم سرزمینی که کودکی رو از دامن آغوش مادرش جدا میکنه شایسته اون مادر نیست. ولی اون مادر مینویسه چه قبل از مادر شدن و چه بعد از مادر شدن. دوباره نوشتن از کی سر گرفتید؟ 13 سال سکوت، ازدواج مجدد و بار دیگر احساس مادری باعث شد که بنویسم. بعد از 13 سال دوری بالاخره تونستم پسرم رو ببینم. دیدار او برام مثل پذیرش زبان عربی بود. برام پشت سر گذاشتن همه سختی‌های گذشته بود و امید به آینده. دیدن پسرم منو واداشت تا به زبان عربی برگردم و باهاش آشتی کنم، به ملیت خودم پشت نکنم و به همین خاطر آمیزه‌ای از 2 هویت رو برای خودم قائل شدم، هویت عربی و فرانسوی. و در این میون شعر حلقه رابطی بود بین 2 هویت درون من. با دوست عرب اهل سوریه که خودش هم ادبیات میدونه و میخونه و مینویسه صحبت میکردم.
اون به من گفت که کتاب دوم شما که مجموعه شعر هست بیشتر شعرهای اروتیک است، درسته؟ معلوم میشه در مورد من خیلی خوب تحقیق کردین. شاید هم خودتون پاسخ این پرسش رو میدونید و قصد دارید که از زبون منم حقیقت رو بشنوید. خب ماجرا این بود که تو کشوری که مشهور هست به دموکراسی و مهد آزادی، واژه‌ها، شعرها و کتاب من ابزاری شد بر ضد من. جامعه فرانسه هم دنبال روی اون چیزی شد که به اصطلاح روشنفکران عرب سوری مزمزه می‌کردن. تو این کتاب من از زنانی حرف زدم که عشق می‌ورزن و تمایل جنسیشون رو سرکوب نمی‌کنن و در یک کلام زندگی می‌کنن. چنین زنانی هم در ذهن مرد عرب زنانی هستند که جامعه رو به ناپاکی می‌کشن. این چنین زنان نه همسر خوبی هستند و نه مادر خوبی. حرف زدن از احساسات جنسی زنانه معنی روسپیگری رو در ذهن اونها نشونده بود. من زنی بد بودم چون شعر می نوشتم و از احساسات جنسی و عاشقانه زنان حرف می زدم. ولی کتاب بعدی شما، یعنی کتاب سومتون که بعد از شعرهای اروتیک منتشر شده و مقدار از شعرهاش رو توی نت میشه پیدا کرد و با زبان انگلیسی خوند، شما رو به یه اندوه کشونده. این اندوه در دفاع از حقوق زنان هست. احساس میکنید که یه زن فمینیست هستید؟ زندگی من به عنوان زن و مادر با شعرهام در هم گره خوردم. من به عنوان یه زن باید خودم رو پیدا میکردم. شعر وسیله‌ای بود که هستی گم شدم رو پیدا کنم. اگه غیر از این بود همه هستی خلاصه میشد به من و من. از مرز خود که گذشتم به این پرسش روبرو شدم که به درون خودت نگاه کن. در درون تو چند نفر در وجودی یه نفر زندگی میکنن؟ با نگاهی که به خلوت درون خودم کردم دریافتم که زنی سوری هستم، همسر هستم و مادر، و متوجه شدم که هر یک از ما در بیرون از این خلوت درون چندین چهره داریم. البته از این واقعیت گاهی لذت میبریم و گاهی هم راضی از اون چه هستیم نیستیم. به این ترتیب من از پیله خودم بیرون اومدم و همین مسئله موجب شد که کارهای بزرگتری به دوستداران شعر تحمیل بدم. این دیگرونی که در درون من هستند و در بیرون چه کسایی هستند؟ به شما که نگاه میکنم خودم رو میبینم در شکل و هیئتی دیگر. در میابم که ما همه یکی هستیم و انگار که انسانیت هم یکیه. یکی هستیم با نامهای گوناگون و رنگ پوستی مختلف. به همین خاطر هم همه ما از چیزی ناراحت و اندوهگین میشیم و یا شاد و خرسند. یعنی میخواین بگین زنایی رو که تو جامعه میبینین همشون یکی هستن؟ همه اونا منم، چرا که من از خودم مینویسم و انگار که همه زنها در من زندگی میکنن، با تجربه های تلخ و شیرین شبیه به هم. از دیگرون هم که صحبت میکنم انگار که از خودم حرف میزنم. دیگرون همونایی هستن که چهره متفاوت و نامی دیگه دارن، ولی من در اونا زندگی میکنم همونطور که اونها در من. هر وقت زنی رو میبینم که شاد هست و اسیر اندوه نیست، فکر میکنم که همه زنای دنیا مثل او هستن و از همسراشون هم کتک نمیخورن. بنابراین و به این صورت هست که من راوی غم و شادی زنان میشم و مهر زن بدکاره رو بر پیشونی میزنم. با روایت غم و شادی هست که زنان رو هشدار میدم که تنها به سطح و رویه بیرونی زندگی توجه نکنن. اگر زنی شاد هست شاید در ظاهر چنین نشون میده و در چهاردیواری خونه
فقط اشک و اندوه هست که باهاش هست و در واقع این کار رو به عنوان نوعی انتقام از خود نشون میده. انتقامی که صدای احساس منه، صدای اعتراض من هست و صدای هستی من در خاموشی. پس من فمینیست هستم، اما فمینیستی که مردا رو هم دوست دارم و به اونها عشق می‌ورزم، زیرا به باور من این زنان هستن که به مردا فرصت بهتر شدن رو میدن یا این فرصت رو از اونها دریغ میکنن. خانم مرام المصری، شعر گفتن رو از دوران خیلی نوجوانی شروع کردید. چرا شعر؟ نمیدونم، شاید بهترین روشی بوده که تونستم احساس و اندیشم رو بیان کنم و خودم رو. همیشه آرزو داشتم رقصنده بشم، امکان نداشت. دوست داشتم نقاش شم ولی باز هم ممکن نشد. اما شعر منو برای بیان خود و ضمیر خودم کمک کرد و تونستم با اون به دنیای دیگرون هم راه پیدا کنم. به باور من انسان‌ها مثل درختان هستند و میوه درخت هستی من شعر هست. شعر در واقع وسیله‌ای هست که ما با اون درون خودمون رو بیان میکنیم. ولی خود شعر که میتونه درون ما رو بیان کنه، ابزار اصلیش واژه یا کلمه هست. برای شما واژه چه معنایی داره؟ کلام همه چیز رو توی خودش داره. کلام یعنی دیگرون، یعنی من، شما. باید در مقابل واژه ضمیر خودمون رو باز کنیم. باید اجازه بدیم آروم به درون ما بیاد تا بتونه ناگفته ها و ناشناخته های ما رو بررسی کنه. البته این کنش جاده یه طرفه نیست. اون کسی که درون خودش رو به روی کلام باز میکنه فرصت نگاهی غیر از اون چه مرسوم هست رو پیدا میکنه تا بتونه کلام رو جستجو کنه. کلام جان من هست و شما. کلام پشت دالانهای گمنام جان ما رو برای دیگرون روایت میکنه. کلام نور که ما رو گاهی کور میکنه مناسب امروزمون میکنه. برای من شعر که برآمد کلام هست راهی هست برای کشف انسان و انسانیت و دنیایی که بی‌مهر است. کشف خودم از راه کلام، کشف مردم و کشف درونی ترین و رازآمیزترین بخش هستی با کلام ممکنه. با کلام شعر میگی. شعر از نظر شما چی هست؟ شعر همه چیز هست و هیچ چیز. شعر راه درست هست و نادرست. شعر دو چهره انسان هست. شعر بیان روح هست برای پیدا کردن زندگی. خلوت انسان و دو وجه نهان و آشکار آدمی. شعر نگه داشتن روح انسان هست در اکنون با نگاهی عمیق بر گذشته و چشماندازی که آینده داره. شعر برای من پنجره‌ای هست که از اون همون قدر میشه مناظر زیبا و زشت بیرون رو نگاه کرد که درون هر انسانی رو. شعر سفری از خود به دیگرون هست و برعکس. این سفر دراز کردن دست به سوی دیگرون هست
لبخند زدن به دیگران، اشک ریختن برای و با دیگران هست و به طور کلی شعر قله بلند هستی هست. در یک کلام برای من شعر تندیس انسان هست. شعر که برای شما تندیس انسان هست همزاد هست با داستان و شعر و داستان زیر مجموعه هنر هستند. اگر به معنای پس پشت واژه هنر توجه داشته باشیم، به نظر شما این هنر باید جانبدار باشه یا بی‌طرف؟ به نظر من هنر باید بی‌طرف باشه، گرچه هنر و شعر نمیتونن از هستی انسان جدا باشن. زندگی هر انسانی تحت تاثیر سیاست، اقتصاد، جنگ و فرهنگ هست. به باور من هنر وسیله ارتباطی است که باید تاثیرگذار باشه و بر حقیقت پافشاری کنه. حقیقت جانبدار نیست، ولی ممکنه موافق یا مخالف باور و اندیشه من و شما باشه. بنابراین هنر ضمن حفظ استقلال خودش نمیتونه خیلی هم از زندگی انسان دور باشه. همیشه توی جهان شرق شعر و موسیقی با هم و در هم غلطیدند و در هم پیچیدند. شما هم اخیراً و در تازه‌ترین کارتون با یک گروه موسیقی دارین همکاری میکنید. چه رابطه‌ای از نظر شما بین شعر هست و موسیقی؟ فکر میکنم که موسیقی بخش بزرگی از شعر هست و برعکس. موسیقی مثل یک وسیله هست که در سفری دور تا امروز شعر رو روی دوش خودش گرفته تا برسوندش به ما. حتی شعر بد هم اون زمانی که با موسیقی خوب همراه میشه بد به نظر نمیاد. در پرسش قبلی گفتید که شعر یه پنجره هست که از اونجا بیرون رو نگاه میکنیم و آنچه که در بیرون هست رو میبینیم. در جهان بیرون یکی از چیزهایی که وجود داره و باید دیده بشه سیاست هست. فکر میکنید شعر بر سیاست چه تأثیری میذاره؟ تا امروز شاهد تأثیر شعر بر سیاست نبودم، ولی امیدوارم که به زودی شاهد این تأثیر باشیم. شعر عمری طولانی داره و انسان برای فرار از شرایط دشوار زندگی به شعر پناه آورده. سیاست اما یه راه دیگه ای رو در کنار انسان طی کرده، راهی که صدا و فریاد شعر و هنر رو نمیشنوه. سیاست آنچنان کر هست که فریاد آزادی خواهانه شعر و هنر رو نمیشنوه. البته برای سیاست متاسف هستم که از همنشینی با هنر و به ویژه شعر خودش رو محروم کرده. اون روزی که سیاست فریاد نه آوای دلنشین شعر رو بشنوه، جهان توازن و همسازی بهتری رو تجربه خواهد کرد. به عنوان یه زن شاعر فکر میکنید در آفرینش کار هنری بین آنچه که یه زن میآفرینه و آنچه که یه مرد میآفرینه تفاوتی هست و خود شما به چنین تفاوتی باور دارید؟ بله، فکر میکنم با توجه به ظلم و ستمی که در همه دنیا بر زنها وارد میشه و منحصر به کشورهای اسلامی هم نیست، تفاوت کار ادبی وجود داره. به باور من زنها برای نشون دادن مهارت‌های هنری خودشون و به دست آوردن مشروعیت هنری باید تلاششون بیشتر از مردان باشه و همین تلاش گاهی موجب آفرینش بهتر از مردان میشه و گاهی اونچنان اونها رو از توان میندازه که هنر در بازپسگیری حقوق زنانگی گم میشه. البته هر جا هم که این تلاش به ثمر رسیده، هم مردان و هم زنان از مزایای اون بهره‌مند شدن. این رو میگم چون در بیشتر کشورها مردان هم در شرایط دشواری زندگی میکنن. اونا در زندان هستن، حقوق مساوی ندارن و حتی کشته میشن. بنابراین هرگاه جامعه‌ای در این سو حرکت کنه که برابری مردا و زنان رو بپذیره، سلامت اجتماعی بهتری در انتظار مردم اون جامعه خواهد بود و سالم‌تر میشه.
شما یه شاعر اهل سوریه هستید، زن هستید. فکر میکنید پس از جریان موسوم به بهار عربی بر زنان سوری چه خواهد رفت؟ زنان عرب و عرب سوری قهرمانان اصلی بهار عربی هستند. زنان سوری جان، مال و هر آن چیزی که داشتن در راه آزادی وطنشون دادن. با وجود اون که همسر، برادر، خواهر، دختر و پسرشون رو فدای آزادی کردن، هنوز هم با شهامتی توصیف نشدنی تلاش دارن که عشق خودشون رو به آزادی و عظمت به خوبی نشون بدن. زنای عرب شکوه بهار عربی هن و نماد اون. اگه به دقت به بهار عربی و سیر تحولش نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که زنان چه نقش بسزایی برای موفقیت اون داشتن. زنان در زندان هستن، به طوری که بیش از 5000 زن سوری در پشت دیوارهای بلند زندان اسیر هستند. اونها ربوده شدن، مورد تجاوز قرار گرفتن و با اونها بدرفتاری‌های غیر انسانی شد، ولی هنوز هم بر خواسته‌های به حق خودشون که آزادی هست پافشاری میکنن. آنچه که در رسانه‌های جهانی مطرح میشه بخشی از اون چیزی هست که در جامعه جاری و ساری هست. زشتی‌های جنگ موضوع همگانی هست، ولی همه اون نیست. پشت درهای بسته خونه زندان چه سرنوشتی در انتظار زن عرب هست؟ سرنوشتی که در رسانه‌ها کمتر به اون توجه میشه و یا به اون پرداخته میشه. درسته اونا دستگیر میشن، مورد هجوم وحشیانه قرار میگیرن، به اونها تجاوز جمعی میشه و کشته میشن. ولی اونایی که از پس خاکستر همرزمان خودشون به پا میخیزن همون راهی رو میرن که کشته شدگان، یعنی باور به بهار عربی و انقلابی که برای مردم شکوه و بزرگی رو به ارمغان خواهد آورد. زنان با وجود همه بدرفتاری‌ها و نامردمی‌هایی که با گوشت و پوست و استخوان تحمل میکنن، جرأت میکنند و با شهامت در رسانه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر شرایط ناهنجار جامعه رو به اطلاع جهانیان میرسونند. زنان عرب در پیروزی بهار عربی و انقلاب سوریه نقش بزرگی بازی کردند که قابل توصیف نیست. مردم سوریه، زن و مرد، پیر و جوان به خیابون اومدن تا خواستار آزادی بشن. دیکتاتورها اما پاسخ اعتراضات صلح‌جویانه اونا رو با خشونت دادن و در بکارگیری خشونت لحظه‌ای هم درنگ نکردن. دستگیری، شکنجه و کشتار مخالفان، اینا همه از همون ابتدا دستور کار بشار و هوادارانش بوده. بعد از 8 ماه تظاهرات آرام و به دور از هر گونه خشونت متقابل، سرانجام صبر مردم هم لبریز شد و به همراه نیروهای نظامی که از جبهه دیکتاتور خارج شده بودند مسلح شدند و ارتش آزادی بخش رو سامان دادند. در اون سو هم بشار برای مشروع جلوه دادن عملیات و خشونت آمیز خودش علیه مردم نیروهای تندرو اسلامی مثل القاعده رو وارد کشور کرد تا برای خودش وجه مقبولی بسازه. به این ترتیب که او قصد داشت برای کارهای نامردمی خودش توجیهی داشته باشه که دولت در برابر نیروهای تندرو القاعده و جهادگراها از مردم سوریه دفاع میکنه. در این راه نیز در عرصه بین‌المللی هم هوادارانی چون ایران، حزب الله لبنان، روسیه، چین و همه دیکتاتورهای عالم داره. دلیل این کار هم بر مردم سوریه و جهان پنهان نیست. آینده حاکمان کشوری مثل ایران با دیکتاتوری مذهبی با سرنوشت بشار اسد گره خورده. سقوط اسد نابودی اونا هم خواهد بود. شرایط امروز سوریه و هوادارانش رو میشه به کسی تشبیه کرد که انگشت خودش رو زخمی کرده و اگه درمان نشه هر روز بدتر میشه. اکنون بعد از نزدیک به 3 سال شرایط هر روز بدتر و بدتر میشه. مردم بیگناه هم بین دو جهنم القاعده و جهادیای تندرو از یه طرف و نیروهای شیطانی بشار اسد از طرف دیگه گرفتار شدن. در این معنا قربانیان این پلشتی و نامردمی مردم عادی هستند.
خانم مرام المصری، توی ماه نوامبر هستیم و 25 این ماه نزدیک هست. 25 ماه نوامبر روز جهانی رفع خشونت علیه زنان در سراسر جهان هست. دوست روزنامه‌نگاری دارم که نروژی هست و تازگی از منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی برگشته. اون واسه من تعریف میکرد که در کشورهای عربی مثل مصر یا سوریه و عراق تجاوز به زنان که بخشی از جلوگیری از حضور اونها در عرصه‌های اجتماعی و به ویژه شرکت کردن و ارتقا دادن به کیفیت بهار عربیه. نظر شما چی است؟ کاملا درسته. خود من در مورد خشونت علیه زنان و به ویژه تجاوز به اونها کتابی نوشتم. زنان همیشه قربانی جنگ و خشونت بودند. از اولین جنگ پیامبر اسلام تا جنگ رواندا، سومالی، مصر و سوریه. خشونت، تجاوز و کشته شدن زنان همیشه در دستور کار دیکتاتورها بوده. در این میان اون چیزی که خیلی غم انگیز هست اینه که شرایط در طول این همه سال عوض نشده. هنوز هم زنان و کودکان فدای خواسته های قدرت طلبانه دیکتاتورها میشن. بیش از 6,000 کودک در سوریه کشته شدن. جهان هم مهر سکوت بر لب داره تا یارانی که مورد اطمینانش هست رو بین نیروهای مخالف بشار اسد پیدا کنه. در کل زنان ابزاری هستند برای قدرت نمایی مهاجمای بیرحم دولتی و جهادی. این نگاه زن ابزاری که همراه هست با خشونت و تجاوز جنسی زندگی رو بر من تلخ میکنه و عصبانی میکنه که چرا جامعه جهانی که ادعا و بانگ حقوق بشر رو هر روز با صدای بلندتر پخش میکنه این چنین آرام و بی‌طرف تماشا میکنه این همه ظلم و جور. شعر هست که به من امید میده که فردای روشن در پیش هست، فردایی که سرشار است از نور آزادی. اگه این امید نبود چطور میشد لحظه‌ای این جهان غیر انسانی رو تحمل کرد؟ امید و شعر با کلامی ساده بهترین پنجره هست روی آینده. چه خوب شد که برگشتید باز هم به شعر، یعنی از سیاست به شعر برگشتید و میگید که شعر بهتون امید میده و چقدر زیبا هست. در اینترنت هرچی میگشتم که شعری از شما به زبان فارسی پیدا کنم متاسفانه تعداد زیادی نبودن، بنابراین مجبور شدم برای که بیشتر با شعر شما آشنا بشم با شعرهای انگلیسی که در نت هست شما رو بیشتر بشناسم. آنچه که من دریافتم این بود که شما با کلامی بسیار ساده اما موضوع و عناوین بسیار مهم و بزرگ و دشواری رو پیش روی مخاطب خودتون قرار میدید. چجور ممکنه با کلماتی بسیار ساده موضوعهای دشوار و سخت رو به خواننده تحویل داد؟ باور کنید خودم هم نمیدونم. این سوالیه که توی بیشتر گفتگوها از من پرسیده میشه ولی هنوز پاسخی که براش مناسب باشه پیدا نکردم. تنها میتونم بگم که این چگونگی اندیشه منو میرسونه. من انسانی ساده هستم و از پیچیدگی های ساختگی هم بیزارم. از واژه های ساده استفاده میکنم تا همه مخاطبین شعرهای من بتونن با من و شعرام ارتباط برقرار کنن و از اون لذت ببرن. نه تنها لذت آنی که در اندیشه و تخیل خودشونم به بررسی اون بپردازن. همانطور که قبل از اینم گفتم من درختی هستم که بارور هست. میوه درختی که من هستم شاید کوچیک و ساده باشه اما بی تردید شهد این میوه شیرین و لذت بخش هست. اما اینکه چگونه اون رو مدیریت میکنم نمیدونم. این سبک منه، ساده و درک شدنی اما بازگویی مشکلاتی که زندگی رو پیچیده میکنه. انگار که شعرم رنگ چشم‌ها و پوست من هستن. شعر من در ارتباط هست با حیات انسانی، چیزی که در اون تیراژه رنگ است و تنوع. رنگ‌ها به تنهایی ساده هستن ولی وقتی که در هم آمیخته میشن و هم نشین میشن پیچیدگی، زیبایی و معنای بزرگ رو به بیننده منتقل میکنن. شعر هم همین ویژگی رو در هماویزی کلام ساده در خودش داره.
شما زنی هستید با تبار عربی، شاعر و سوری. آدونیس شاعر بزرگ اهل سوریه هم یه عمر هست برای حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان داره مبارزه میکنه. نظر شما در مورد آدونیس چی هست؟ آدونیس عشق هست، زندگی و هستی. او در قلب همه زنای دنیا و به ویژه زنای عرب، حتی اگه سواد خوندن شعرهای رو نداشته باشن، جا داره. به نام او هر سال یه جایزه‌ای به یکی از بهترین کتاب‌های شعر به زبان عربی داده میشه که من هم برنده این جایزه شدم. همین که جایزه موسوم به آدونیس رو دریافت کردم برای من کافی است و میتونم خودم رو بازنشسته کنم. آدونیس نه تنها شاعر که فیلسوف بزرگی است. اگرچه این روزها رسانه‌ها او رو مورد انتقاد قرار دادن که چرا در مورد سوریه سکوت اختیار کرده و چیزی نمیگه، اما من به انتخاب او احترام میذارم. به طور کلی این دلیل این انتقادها اینه که جهان عرب و به ویژه مردم سوریه به یک رهبر معنوی نیاز دارن و او رو نیازمند هستن. او برای مردم سوریه نماد مبارزه هست، اما نگاه اخیرش به اون چیزی که در جهان عرب و سوریه میگذره موجب سوء تفاهم در موضع گیری اون شده. بعضی فکر میکنن که با تندروی مسلمونا موافقه. او در واقع از تندروهای اسلامی موسوم به جهادیست ها و قدرتگیری احتمالیشون در هراس هست. به باور من تنها اشتباه او این هست که در مورد قربانیان این فاجعه صحبت نمیکنه. یقین دارم که او از شرایط اکنون مردم سوریه در رنج هست، اما نمیدونم چرا این رنج و عذاب رو با مردم در میون نمیذاره. هنوز از تخیل و اندیشه انسانی خودش در مورد قربانیان بیگناه نامردمی های بشار و القاعده حرفی نزده و اگه گفته‌ای داشته هنوز منتشر نشده. به همین خاطر مردم توقع دارن شاعری که در دلهاشون جا داره زبان به اعتراض بگشاید و مهر سکوت رو بشکنه. اون چیزی که در سوریه میگذره تراژدی بزرگی هست و تاریخ هرگز اونو فراموش نمیکنه. به همین خاطر هست که فاجعه انسانی رو مردم دوست دارن از زبان آدونیس بشنون. دوست دارن که او در کنارشون باشه، در زاری کردنشون شریک باشه، نه در تنهایی و خلوت خودش که در جمع و با حضور دیگرون این کار رو انجام بده. درد تنها مرگ سربازا و ملیشا نیست. میلیون ها کودک سوری 3 سال هست که رنگ مدرسه رو ندیدن. 6 میلیون سوری آواره شدن. اردوگاه های کشورهای همسایه موج میزنن از سوریایی که مجبور به ترک خونه و کاشانه‌شون شدن و هنوز هم این فرار ادامه داره و با قایق هایی که امنیت نداره برای رسیدن به یک لحظه آزادی هستی خودشون رو به خطر میندازن. جهان هم انگار که کور و کر شده. بنابراین رسانه ها و روشنفکران منتقد آدونیس میشن که تلاشی برای توقف این همه بی‌مهری آدم کشی نمی کنه. سکوت جهانیان اما سرانجام دامنشون رو خواهد گرفت، چرا که به باور من اکنون سرنوشت مردم دنیا به هم گره خورده و انگار که همه در یه خونه مشترک زندگی میکنیم. اگه یک اتاق در آتیش بسوزه این خطر وجود داره که بقیه اتاقها هم دچار آتیش بشن و نابود بشن. به این معنی که امنیت سوریه میتونه امنیت جهان و به خصوص جهان عرب باشه. باید بشار اسد رو متوقف کرد و به مردم سوریه فرصتی بدیم تا سرنوشت خودشون رو خودشون انتخاب کنن. سالهای زیادی هست که اسم آدونیس تا لیست نهایی برندگان نوبل میاد ولی برنده نمیشه. مثلا همین امسال حتی جز 3 نفر آخر بود اسم آدونیس
ولی وقتی که اسم خانم آلیس مونرو اعلام میشه که ایشون نویسنده کانادایی هست، رسانه‌ها و روزنامه‌نگارانی که با کمیته نوبل ادبی در ارتباط هستند اینجور توضیح دادن که مسئله کشتار در سوریه و جنگ داخلی در تصمیم نهایی کمیته نوبل ادبی تاثیرگذار بوده. نظر شما چیه؟ بله، او در واقع قربانی ترس خودش از نیروهای تندرو اسلامی هست. مردمم با او در هراسشون از اسلامگراهای تندرو همراه هستند، اما نشون ندادن مخالفت خود با اسد رو بر نمیتابند. کمیته ادبیات هم شاید به همین موضوع توجه داشته. به نظرم شعر باید همواره و در هر شرایطی در کنار مردم باشه. مردم ممکنه به درست یا غلط یک کاری کنن، ولی نماد معنوی اونها نمیتونه تنهاشون بذاره. بیش از 4 دهه هست که مردم دیکتاتوری رو در برابر سکوت جهانیان تحمل کردن و الان که قیام کردن انتظار دارن که شاعر محبوبشون هم در کنار اونها با قلم و زبان خودش مبارزشون رو همراهی کنه. حمله شیمیایی شاید نهایت دیوانگی بشار نباشه. سکوت کسی مثل آدونیس ولی باور کردنی نیست، چرا که من ایمان دارم او از این همه نامردمی رنج میبره. هر شاعری با کلام خودش دموکراسی و آزادی رو به مردم یاد میده. گاهی این دموکراسی البته خطرناکم میشه زمانی که مردم بی سواد باشن و به راحتی برای یه لقمه نون و سقفی برای سرپناه اسیر حیله کسایی بشن که از نام دموکراسی سوء استفاده میکنن و به نام آزادی سفره دیکتاتوری دیگری رو پهن میکنه. اما باید با وجود این خطر به مردم این شانس رو داد تا انتخاب کنن و در فرایند همین آزمون و خطا است که دموکراسی آبدیده میشه. شعر هم میتونه وسیله‌ای باشه برای یادآوری خطاها و آموزش درست آزادی و دموکراسی. شعر میتونه با زبانی ساده و بیالایش درست زندگی کردن رو به مردم ساده و گاه بیسواد بیاموزه. حتما آگاه هستید و میدونید که شعر در بین ایرانی ها از امتیاز ویژه‌ای برخوردار هست. شما الان دارید با یه ایرانی گفتگو میکنید، جمهوری اسلامی اما از دیکتاتوری به نام بشار اسد و دولت دیکتاتور اون داره حمایت میکنه. در مورد ایرانی‌ها چه فکر میکنید؟ نمیشه نگاه مردم هر کشوری رو با عملکرد دولتاش بررسی کنیم. مگه همه سوری ها مثل بشار اسد هستن که شما ایرانیا مثل سران حکومت خود باشید؟ من دوستان ایرانی دارم، با اونها بحث میکنم. محمد مکتبیان که خودش شاعرم هست شعرهای منو ترجمه کرده و شاید زمستون امسال در ایران منتشر بشن. بنابراین رابطه انسان‌ها رو با مناسبت دولت‌ها نباید در هم بیامیزیم. من افسوس می‌خورم که ایران از رژیم حمایت می‌کنه که مگر زبان زور چیز دیگه‌ای نمی‌دونه. متاسف هستم که فرزندان ایران برای دیکتاتوری مثل بشار در سوریه کشته میشن. البته با حمایت ایران حزب الله لبنان هم در کشتار مردم سوریه دخالت میکنه و برای اونها هم افسوس و تأسف میخورم که برای نگهداری از دولت دیکتاتور بشار خودشون رو به کشتن میدن. شنیدم که نوجوانانی که فقیر هستند شکار میکنن و با دادن پول ناچیزی اونا رو به کشتن مردم سوریه وادار میکنن تا بتونن قدرت بشار رو حفظ کنن. خانم مرام المصری شاعر هستی و هنرمند. برای هنرمندان ایرانی پیامتون چیه؟ تنها پیام من به مردم ایران اینه که خواهشمندم با کمال آرامش و بدون هیچ خشونتی به خیابونا بیاین.
و از دولت جمهوری اسلامی بخواین که نیروهای خودش را از سوریه بیرون ببره و دست از کشتار مردم سوریه برای حفظ دولت دیکتاتوری و ضد مردمی اسد برداره. پیام من همونی هست که شاعر بزرگ ایرانی سعدی میگه: بنی آدم اعضای یکدیگرند. بنابراین اون چیزی که موجب جنگ آفرینی هست و شیعه و سنی رو بهانه کرده کنار بذاریم و به پیام سعدی بزرگ برسیم که درد ایرانی و عرب یکی هست و باید چنین باشه که اندوه من ایرانی رو ناآروم و بیقرار کنه، نه اینکه برای شادی حکومتگران دست به کشتار مردم عادی و بیگناهی بزنیم که مگر آزادی و دموکراسی و لقمه نون برای گذران زندگی خانواده چیزی نمیخوان. خواهش میکنم که از دولت خود بخوان که دنیا رو با ایده های دینی و مذهبی تقسیم نکنن تا بهانه جنگ و کشتار دیگری هم فراهم بشه. در هزاره سوم هستیم و بشر به این بهانه های پوچ و واهی نیازی نداره. دوران ما چنین هست که نیازی به قتل و کشتار فرزندانمون نه با نام حسین نه با نام محمد نداره. در اون مایه شعر شاعر بزرگ ایران سعدی که میگه بنی آدم اعضای یکدیگرند در واقع عشق هست. در شعرهای شما هم عشق جایگاه خاصی داره. از نظرتون عشق یعنی چی؟ عشق همه چیز منه. عشق تنها در همامیزی زن و مرد نیست. عشق به وطن، عشق به زمین، عشق به فرزند، عشق به هستی و عشق به هر چیزی که فکر میکنید. به همین دلیل هست که میگم عشق همه چیز منه. اگه بخوام برای عشق تعریفی داشته باشم و به رابطه دو جنس زن و مرد بپردازم، میگم احترام به یکدیگه و ایجاد فرصتی که یکی بتونه حیات و هستی خودش رو حتی بدون دیگری تجربه و زندگی کنه عشقه. عشق دوست داشتن دیگری هست با ایجاد این امکان که او خودش باشه و نه اونی که من میخوام. عشق کمک به یکدیگه هست و نشون دادن این که هرگاه که نیازی هست من هم هستم و به این معنی هست که اونطور که قبلا هم گفتم خودم رو فمینیست میدونم. یعنی من عاشق مرد هستم و بر این باور هستم که باید مردان رو در درک بهتر زنا کمک کنیم. مردان رو باید کمک کنیم تا زنانی رو که شبها گونه هاشون خیس اشک هست و میلی به هماغوشی ندارن بشناسن و درک کنن. مردان اونجوری که نشون میدن چندان شاد نیستن. با عشق میشه اونها رو شاد کرد. این شادی زمانی به دست میاد که مرد بدونه زنی که در آغوش اون هست در کنار او هست، همراه او هست، دوستش داره و چنین شادی هست که هم با ارزش است و هم با شکوه. بنابراین و با توجه به تعریفی که از عشق دارم من یک فمینیست هستم. پیام خاصی برای زنها دارید؟ هیچ وقت بدرفتاری رو پذیرا نباشن. تلاش کنن که دیالوگ و گفتگو رو جانشین خشونت خانگی کنن تا وارد وضعیتی بشن که عشق جایگاه خودش رو در خانواده پیدا کنه. به زنان میگم که هرگز بدرفتاری پدر، برادر و همسر رو قبول نکنن و با شهامت و منطق انسانی با اونها مقابله کنن. کتابی دارم به نام روح عریان که موضوع اون خشونت علیه زنان و کودکان هست. این کتاب به چند زبان ترجمه شده و خوانندگان هم ازش استقبال کردن. در فرانسه به چاپ سوم رسیده. چون که خشونت علیه زنان خاص کشورهای عربی و مسلمون نیست. در فرانسه هم که مشهور هست به مهد آزادی و کشورهای اسکاندیناوی که مشهورن به احترام به حقوق زنان، هنوز خشونت خانگی رواج داره، اگرچه شکل و میزان اون قابل مقایسه با کشورهای عربی و اسلامی نیست. بدرفتاری و خشونت علیه زنان در کشورهایی که قانون اون رو ممنوع کرده هم هنوز ادامه داره و روابط درون خونه خالی از
عشق هست. بازم مجبورم به موضوع فمینیست بپردازم. بعضی از فمینیستای تندرو در غرب به زنان پیشنهاد عشق آزاد میکنن تا بتونن اون بخش از زندگی درون خونه‌شون رو که خالی از عشق هست جبران کنن. به عنوان زنی که 3 دهه در پاریس زندگی کرده و هنوز هم خودش رو شرقی میدونه، به زنا میگم عشق آزاد اگر به این معنی باشه که هر شب رو در آغوش یکی به سر ببری، زندگی سگی هم تجربه خواهد شد و نه زندگی انسانی. عشق آزاد اگر این چنین باشه، روح عشق رو هم آلوده به ناپاکی میکنه. اکنون در جشنواره رومی، شاعر معروف ایرانی، شرکت کردید. رومی رو از کی میشناختید؟ چقدر از اون میدونستید قبل از اینکه در این جشنواره شرکت کنید؟ برای اینکه مولانای روم رو بشناسم نیازی به این جشنواره نبوده. از همون دوران جوانی با غزل‌های زیبا و دلنشینش آشنا بودم. به نظر من اکنون مولوی یه چهره هست جهانی و کمتر شاعری در جهان یافت میشه که اونو نشناسه. اون یه بخش از فرهنگ مشترک جهانی هست و انگار که جهانی شدن رو قبل از اقتصاددونها و سیاستمدارها شروع کرده بود تا خودش رو به جهان ادبیات بشناسونه. به باور من در این روزها که تعبیرهای مختلفی از اسلام وجود داره، بد نیست که مسلمونا کمی هم غزلهای مولانا رو بخونن تا با عشق و دوستی و مردمداری آشنا بشن. مولوی خودش هم مسلمان بود و درس عشق میداد و به همین خاطرم میگم که او تاریخ مشترک همه ملل هست. البته یادمون باشه که در شعرهای مثنوی جاهایی هم اون علیه زنان حرف میزنه، ولی با توجه به فرهنگی که در 8 سده پیش در جامعه تسلط داشته میتونیم اون بخش رو بر اون ببخشیم. درس عشق میده که میگه گفت چرا نهان کنی عشق مرا چو عاشقی، من ز برای این سخن شهره عاشقان شدم. جان و جهان ز عشق تو رفت ز دست کار من به جهان چه می کنم چون که از این جهان شدم. کتاب جدیدی که شما منتشر کردید بخشی از اون اختصاص پیدا کرده به برهنگی آزادی. برهنگی آزادی برای زنها هست، برای جامعه هست و برای همه مردم. ولی با تمام این تعبیرها وجود برهنگی آزادی موجب شده که شما نتونید به میهن خودتون برگردید. چرا؟ ترسی ندارم که بگم مخالف بشار اسد هستم. هراسی ندارم که بگم مخالف اسلامگراهای تندرو هستم. من مخالف دیکتاتورها و تمامیت خواهایی هستم که در هر جای دنیا هستم. من شهروند این جهانم و به امنیت زنان و مردان ساکن این کره خاکی فکر میکنم. به باور من امروز این دهکده جهانی آنچنان هست که سرنوشت همه مردم جهان به هم گره خورده و در این گره خوردگی سرنوشت کتاب و شعر هم نقش بسزایی دارن که قابل توصیف نیست.
اگه مردم رو دوست نداشته باشم، اگه زمین رو دوست نداشته باشم، شایسته شعر و واژه‌هایی که سازنده شعر هستند نیستم. به باور من انسانیت مهمتر از سیاست، چرا که سیاست راهی هست برای حمایت و پشتیبانی از مردم. سیاست وسیله است برای ارائه امنیت، بزرگی و عظمت فردی و جمعی به عنوان یک ملت. از سوی دیگه ما شاهد هستیم که سیاست موارد دیگری مثل برتری فردی یا دین و باوری معین رو حتی از زندگی انسان هم مهمتر میدونه. به همین خاطر هم امنیت در خودخواهی سیاستمداران تمامیت خواه و دیکتاتورمنش گم میشه. اون چیزی که در 3 سال اخیر در سوریه رخ داده نشون میده که هیچ کس به فکر زندگی و حیات نیست. هیچ کس به فکر کودکایی که هر روز کشته میشن نیست. هیچ کس به فکر زندانیان نیست. هیچ کس به فکر کسایی که بیگناه جون خودشون رو میدن نیست. در یک کلام هیچ کس به فکر سوریه نیست. سوریه هم بخش از کره زمین هست ولی در حال انفجار و باید در فکر خاکستر اون بود. هیچ کس به فکر سوریه نیست. هیچ کس به فکر کودکانی که بیگناه کشته میشن نیست. همینها دلیل این هست که شما در تظاهرات سوریهای ساکن فرانسه شرکت میکنید. امیدی به رهایی هست؟ بدون امید مگر چرخ گردون چرخشی داره؟ با امید به فردای بهتر هست که این همه زشتی و پلشتی قابل تحمل میشه. امید من هم این هست که مردم سوریه به زودی از شر این همه نامردمی رها بشن و آزادی رو در آغوش بگیرن. مردم سوریه به اندازه کافی قربانی دادن تا توقع آزادی هم داشته باشن. مردمان زیادی که بسیاری از اونها کودکان هستن جان باختن، هم هواداران و هم مخالفان بشار. کودکان خودشون رو برای آزادی فدا کردن. دولت سوریه بعد از کشته شدن سربازای هوادار بشار اسد 2 رأس‌بز به خانواده‌های اونها کمک میکنه و به همین دلیل هست که میگم باید بر کشته‌های هر دو طرف افسوس و دریغ خورد. این یعنی که در فرهنگ دیکتاتورها زندگی انسانها ارزشی برابر با 2 بز داره. آیا این غم انگیز نیست؟ بنابراین دلیل مبارزه شما این هست که یک بار دیگه به شهر لاذقیه برگردید، کنار اقیانوس قدم بزنید و شعر آزادی برای مردم جهان بگید. آرزوی من اینه، همچنان که بی تردید شما هم همین آرزوی دیدن خاک ایران رو دارید. یه روزی به کسایی که از تبعید به وطنشون برمیگشتن و بر خاک وطنشون بوسه می‌زدن می‌خندیدیم که چرا؟ اما الان خودم در انتظار روزی هستم که خاک سوریه آزاد رو در بغل بگیرم و بوسه بزنم. خاکی که رایحه آزادی رو در خودش داره، صدای انقلاب مردم رو و مظلومیت کسایی که بیگناه کشته شدن رو در خودش داره. خانم مرام المصری، بسیار بسیار از مهربانیتون سپاسگزار هستم که وقتتون رو به من دادید و با من به گفتگو نشستید. روزگارتون خوش.